سلام آقا، شما هم از این رسیدهای فیک دیدین؟ اصلا من نظرتون اینا فیکه؟ بچه ها این رسید که الان میبینید این رسید فیک آبربانکه. حالا شما میخواید برگردید بگید چطورید؟ مگه آبربانک سر کوچهشون هک کرده؟ نه داداش، با هوش مصنوعی دارن جدید رسید آبربانک فیک درست میکنن. خب الان میخوام هم آموزششو بهتون بدم، هم یاد بدم چطوری گولشون رو نخورید. آقا مشکل این رسیدهای فیک میدونید چیه؟ یک، اسم بانک‌ها رو نداره هیچ کدوم از سروراش. خب بعد اینه که هر اسم بدیل میزنه. مثلا اینجا اسم کسی قرار بود پول واریز شه باید رباب اسفندیاری بود. اینجا ببینید دستگاه او نمیذاره هیچ وقت، اینجا او داره. خب اینجا معلوم میشه که رسیده فیکه. و شما میگید این که پیش آبربانکه. نداشتی من با هوش مصنوعی درست میکنن. فیکه. خب بریم آموزش بدیم، با ما همراه باشید. بچه میایم ما به تلگرام نیاز داریم. خب حالا میخوام حساب کاربریمو عوض کنم تا شما هم ببینید چطوری باید آشنا بشید با این چیزی که من میگم. میاد وارد تلگرام میشید، گزینه سرچ رو میزنید، مینویسید رسید ساز. همین چیزی که بنویسید 3 تا گزینه واسهتون میاد. خب شما بالایی رسید ساز پرتغال رو انتخاب میکنید. وارد این کانال میشید که شما باید پیوستن رو بزنید. اگه نزنید بعدا مشکل ایجاد میکنه. پیوستن رو میزنید، وارد کانالشون میشید. بعد اینجا یه دونه لینک میبینید، لینکی که اینجا رو میزنید. خب وارد این ربات میشید. بچه شروع رو میزنید، وارد این منو میشید. اینجا ساخت رسید جعلی، رسید با تاریخ و ساعت دلخواه، رسید پایا شبا، رسید انتقال شارژ، پیامک بانکی، رسید موجودی کارت، رسید تراکنش اخیر. شما این همه گزینه دارید. من فعلا میخوام رسید جعلی آبربانک رو به شما آموزش بدم. بقیه گزینه ها رم اگه خواستید تو کامنت ها واسم بنویسید، من آموزشش رو بهتون میدم حتما. خب شما ساخت رسید جعلی رو میزنید. خب دوستان وقتی که زدید، خب به این بخش میاد که یه عالمه منو داره، انگار به این منو میاید و این همه کارهایی داره. خب این همه شما میتونید سرور دارید که رسید آبربانک جعلی درست کنید که فعلا 1 و 2 و 3 در حال تعمیر هستند، در حال بروزرسانی هستند، کار نمیکنن و بقیهشون هم حالا تست نشده. خب فعلا 8 خودم زدم و 8 داره کار میکنه. شما گزینه 8 رو میزنید، سرور 8 رو. بهتون میگه مبلغ واریز را به ریال وارد کنید، توجه عدد انگلیسی باشه. خب شما چقدر میخواید به کارت طرف واریز کنید؟ مبلغ رو میزنید. مثلا من میخوام 400 تومن بریزم، 6 تا 0 میفرستم. 6 رقم کارت مبدا، یعنی 6 رقم کارت خودتون. بعد میگه 16 رقم کارت مقصد. مثلا ما میایم 610 433 77 90 53 43 80. بچه توجه هم داشته باشید تو این بخش شما اگه شماره بانکی که فرستادید فیک باشه، خب بهشون مارکار نمیکنه. رباتشون روی این کار حساسه و باید رسیدی که قرار پول بشه انتقال پیدا کنه باید واقعی باشه و کیک نباشه. نام و خانوادگی صاحب کارت مقصد رو بنویسید. این قسمت هم به قول خودش خیلی مهمه، چون با یک اشتباه طرف شک میکنه رسید درسته یا واقعیه یا کیکه و نمیتونی ایسکا بگیری آقا جان. خب به خاطر همین شد و منم فهمیدم طرفدار منو گول میزنه. خب
یه دونه او اضافه من خودم اشتباه نوشته بودم و اونم همین اشتباه کرده بود و یه دونه او اضافه نوشته بود. حالا صاحب کارتون می نویسیم. قرار بود اگه دستگاه واقعی باشه به این اسم نوشته بشه تو دستگاه، ولی من چون او اضافه فرستاده بودم، خب اشتباه خودم بود. خب طرفم هم اشتباه کرده بود، تو رسید فکر اینو داده بود و رسید فکر اشتباه نوشته شده بود. خب میفرستیم، منتظر بمونیم. رسید شما با موفقیت درست شد. این هم رسید جعلی ما که از همین بانکی که دیدید. ببینید شماره کارت، بانک پاسارگاد. ربات خیلی خوشگلیه، راحت میتونید شما گول نخورید. خلاصه میشه مصنوعیه دیگه، هکر دور زمان زیاده. بله دیگه، فقط رسیدهایی که ایراد دارن که اسمشون به خوبی چاپ نمیشه و نام بانک ندارن. بچه بقیه گزینه ها رو خواستید تو کامنت ها بزنید، من آموزش رو بهتون میدم. دو گزینه دیگه که الان میخوام بهتون بگم اینه که اگه مثلا الان من اینو درست کردم با سرور 8 و این وقت آبربانک پیشش بود، شما اصلا نگران نباشید. خب بعضی موقع ایراد پیش میاد، مثلا الان سرور 8 آبربانک داره ولی بعضی موقع هم آبربانک نداره. خب ولی رسیده فکر رو درست میکنه واسهتون. یعنی منظور پس زمینه‌شو نگاه نکنید، بعضی موقع درست میکنه بعضی موقع درست نمیکنه. خب و اینکه شما بیشتر 3 بار نمیتونید رسید جدید درست کنید با هر اکانت. اگه بخواید بیشتر 3 بار درست کنید باید پول پرداخت کنید که الان میرم رو اون یکی اکانت و شما میبینید اگه بیشتر 3 بار درست کنید چی میشه. برای دوستان وقتی شما دیگه بیشتر درست کرده باشید، خب دیگه روبات خودش میگه بهتون بسه دیگه، 3 بار بیشتره. خب میگه باید ویژه کردن حسابو بزنید. وقتی ما میایم ویژه کردن حسابو میزنیم، خب بهمون این پیام میده هفتگی 50 تومن باید به اونا پول بدید. اگه بخواید دائمیش کنید 150 تومن، سالیانه 200 تومن، 6 ماهی 150 تومن، 3 ماهش 120 تومن، یه ماهش 80 تومن، هفتگیش هم 50 تومن. خب بیشتر از 3 بار نمیتونید رایگان درست کنید. بله دیگه، این بود آموزش ما. بعد اگه خواستید بقیه منوها رو بهتون آموزش بدم حتما به من بگید، بقیه گزینه ها رو بهتون آموزش میدم. خیلی ممنون که با ما بودید. فقط بچه گول این کارا رو نخورید دیگه، مطمئن بشید که پول به کارتتون اومده یا نه. با همین راه فقط میتونید بفهمید. کسی اینا رو بهتون یاد نمیده. لطفاً لایک کنید. خداحافظ.